نسل جدید BMW سری 7 که من معتقدم پیشرفته‌ترین ماشین دنیاست. حالا دگمه بزنید در به صورت برقی براتون باز میشه. یه چیز بسیار خاص که البته اگه بیایید و داخل ماشین بشینید و پدال رو فشار بدید در به این شکل بسته میشه. اینجا یک مانیتور برای هر در ردیف عقب وجود داره که تو این مانیتور یه حالتی به اسم تئاتر وجود داره که اگر این گزینه فولد داون رو بزنید پرده ها میرن بالا و این صفحه نمایش بزرگ 8K براتون میاد بالا که کاملا یک فضای تئاتر مانند رو براتون تداعی کنه. اینجا کابین فوق العاده مجلل BMW رو میبینید که اینجا همه از چرم طبیعی تشکیل شدن، صندلی‌ها حتی روی درا. اما میخوام چیزی که نشون بدم مودهای من هست که اگه از اینجا وارد مود بشین جز حالت رانندگی مود داخل خود رو هم عوض میکنه. وانا مثلا اگر روی مود ریلکس قرار بدید اینجا پرده میره بالا و اینجا رنگ نور محیطی عوض میشه و ماساژورهای صندلی فعال میشه و اگر روی اسپورت قرار بدید رنگ نور محیطی به ترکیب رنگ قرمز و آبی در میاد و بغل‌های صندلی سفت‌تر شما رو میگیره.